نماز خون میگوید یک دعا کارت کن، گفتی یه بار بس ای میگوید نه. الله تعالی میگه که واستبر علیها، در همین راه صبر کن، بر دوام اونهای دعوت به نماز کن. یعنی به اسلوبی هر خیله، یک خیل اسلوب که همین غم نتیدو، یک اسلوبا رو دیگه خیل کنید. به اسلوبی ترغیب گاه شروع کردن شما میدید، گاه ها ترغیب میکنه، گاه ها میترسونید از عاقبت بینمازی. من دعای هم میکنید، چون که نماز مزنین است. الله تعالی میگه که و انها لکبیره الا علی الخاشعین، و این نماز مزنین است مگر به آنهایی که از الله تعالی میترسند. نماز 2 رکعت نماز هم تو گرید از روزه داشتن سبوک است، 5 دقیقه میخونید، لیکن اوای بسیار وزن مانند کوه برداشتن است در نظر بعضی ها. روزه میدارن، 18 ساعت روزه میدارن، لیکن نماز نمیتونن خونده، چون که و انها لکبیره. الله تعالی میگه که نماز بسیار ثقیل است، وزنین است مگر برای آنهایی که از الله تعالی میترسند. الله توفیق دهد. الله تعالی میگه که وامر اهلک بالصلاه واصطبر علیها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. اهل و عائلات رو به نماز دعوت کن، امر کن، وامر فرمان ده، نماز خون گو، واصطبر علیها، و در همین کار صبر کن. یعنی همیشه خیلی که فرض کنیم نماز خون شدن، 5 وقت نماز میخوندگی شدن، با امر میکنید ای بچه خیز نماز تو خوندی، نمازات گفته میستید واصطبر علیها، در همین فرمان دادنت به نماز صبر کن. لا نسألک رزقا، ما از تو رزق نمیپرسیم، نحن نرزقک، ما تو را رزق میدیم، گفت الله تعالی. بنابراین یکی از سبب‌های وسیع شدن رزق اهل و عائله رو به نماز دعوت کردن، به نماز امر کردن. خیز زنک نماز خون، خیز بچم نماز خون، گفته وقتی که میگوید این یکی از سبب‌های وسیع شدن رزق شما هست، چون که الله تعالی گفت که لا نسألک رزقا، ما از تو نمیپرسیم بلکه ما تو رو رزق میدیم. بعد نماز بدون علاقه الله تعالی گپ نمیزند، یعنی نماز به رزق علاقه مندی دارد، خاصتا امر کردن اهل و عائله به نماز. واصطبر علیها، و در همین راه صبر کن، چون که صبر کن بیهوده نگفت،